اصولا انسان یک موجود تنهاست. انسان یک موجود تنهاست. در تمام قصه ها، در تمام اساطیر انسانی، در تمام مذاهب بشری در طول تاریخ به انواع گوناگون، زبانهای گوناگون بیان شده است که رنج انسان تنهاییشه در این عالم. این تنهایی چرا؟ ریکرون میگه که تنهایی زاییده عشق و بیگانگی. راست، کسی که عشق می‌ورزد به یک معبود، به یک معشوق، با همه چهره‌های دیگه بیگانه میشه و جز در آرزوی او نیست. خود به خود وقتی که او نیست تنها میمانه. دوم، بیگانگی. کسی که با افراد، اشیا، اجزاء پیرامونش که او را احاطه کرده‌اند بیگانه است، متجانس نیست با اونها، در سطح اونها نیست، با اونها تفاهمی همانند نداره، تنها میمانه، احساس تنهایی میکنه. انسان به میزانی که به مرحله انسان بودن نزدیکتر می شود، یعنی به مرحله که این موجود دو پا انسان تر است، احساس تنهایی در او بیشتر. می بینیم اشخاصی که عمیق‌ترند، اشخاصی که دارای روح برجسته‌تر و ممتازتر هستند، بیشتر رنج میبرند از اون چی که توده مردم، عموم مردم هوس روزمره‌شونه و لذت عمومیشونه. میبینیم کسانی که به میزانی که روح اوج میگیره، اندیشه تعالی پیدا میکنه، از جامعه، از زمان فاصله میگیره، در جامعه و زمان تنها میمانه. در حال حتی نوابغ اگر بخوانیم میبینیم یکی از صفات مشخص این نوابغ تنهاییشون در زمان خودشون، در زمان خودشون مجهولن، در زمان خودشون غریبن، در وطن خودشون بیگانه‌اند. یکی از عواملی که انسان را در جامعه تنها میگذاره بیگانه بودن او با اون چی که مردم همه میشناسند، تشنه موندن او در کنار جویبارهایی که مردم ازش میآشامند و لذت میبرند، گرسنه موندن او بر سر سفره‌ای که همه خوب میخورند و خوب سیر میشوند. روح به میزانی که تکامل پیدا میکند و به اون انسان متعالی که قرآن از او یاد میکند به نام قصه آدم به اون اوج میرسه، تنها تر میشه. چه کسی تنها نیست؟ کسی که با همه، یعنی در سطح همه هست، کسی که اون چرا که رنگ زمان رو به خودش میگیره، رنگ همه رو به خودش میگیره و تفاهم با همگان داره، در سطح وضع موجود منطبقه، وضع موجود به هر شکلش، در هر بعدش، این روحاً شخصیتش، وضع فکریش با وضع موجود منطبقه. این احساس تنهایی، احساس تک بودن، مجهول بودن نمیکنه، برای که از جنس همگانه، بنابراین در جمعه و با جمع میخوره و میپوشه و میسازه و لذت میبره. احساس خلق مربوط به روحی که اون که در این جامعه، در زمان و در این ابتذال روزمرگی وجود داره نمیتونه سیرش کنه. احساس گریز، احساس تنهایی در جامعه، در روی زمین، و احساس عشق که اصل عمل این گریزه به طرف اون کسی که میپرستش و با او تفاهم داره، به اون جایی که جای شایسته او و متناسب با شخصیت او. احساس تنهایی و احساس عشق، این دو احساس در یک روح به میزانی که این روح رشد پیدا میکنه، قوی‌تر و شدیدتر و رنجاورتر میشه. درد انسان متعالی تنهایی و عشق.